خدا به شکر پسرانم 3 پسرم خوجینم مغازه به کار میکنن. خودم هم اشتراک میکنم بخین همین آبا پامونین دستگاه کشاتیان. خدا به 100 بار شکر راهبری همینجا 30 نفر کارگر هستند. تقریبا چند سال پیش سر کردید در مغازه کار کردن؟ 4 سال. همین 4 سال شد که زنها به کار برآمدن در اینجا. بله. پیش کار نمیکردن؟ نه. حتی در مکتب هم؟ نه. عجیب. سبب چی است؟ سبب یا شوهرها نمیمانند؟ اکو همین خیلی عادت شده آمدگی بدیه. یا عیب میدونن برای زنها؟ همین خیلی عیب میدونن عیب. برای ضعیف و کار عیب حساب میکردن که زن در یک جای جمعیت کار کنه. بله. لیکن این عادت شما شکسته. شکستم. حالی زیاد مراجعه میکنن. من میبینم اینجا شاگردا دارید، کارمندا دارید. خوب حاضر همش وقتش چاق معلم جان. برای همین کار همه زنها وقتاشون چاق که ما برآمده مستقل کار میکنیم. 7 متر 8 متر میبافیم. 8 متر ما تیار کردیم. این صاف پخته ما تیار کرده کرتا پوچه دوخته. من خودم صاحبکار و مغازم اینجا پایان و مغازم هست و با درم چیورا هستن ما تیار میکنم. من برآورده مردم میفروشم با نرخ ارزان. خریدار دارد؟ خریدار دارد البته. زیاد است. صفتی که دوختش زمانوی کنید خریدار همه وقت چیزی پخته و خریدار هست. حاضر ما مردم جمع کردیم که پخته استفاده برند. سر و لباسی پختگی پوشن چه همین اگر نوتوری باندید هم نمی چگل میشه رشته.